دوستان عرض کنم که من توریست هستم، اومدم هلند، ایرانی هستم. عرض کنم که اینجا من دیگه تعجب کردم، پرچم ترکستان شرقی، چین اینا بعد برام جالب بود. اومدم دیدم که اینا بنده خدا به خاطر کشتاری که دولت چین چند سال پیش داره انجام میده اومدن اینجا پناهنده شدن و دارن یه سری کارا انجام میدن که کشورشون از این زیر ظلم و ستم در بیاد. بعد من قبلا تو فیسبوک دیده بودم که کشتار اینجا بسیار فجیعه، تا حدی که میگن که شبیه اردوگاه نازیسمش، اردوگاهی که هیتلر بنا کرده بود و یهودی‌ها رو می‌کشت. عرض کنم که این کشور تا اونجایی که من میدونم تا سال 1949 مستقل بوده. بعد از اون دولت چین کشور رو اشغال کرده و اسمش رو عوض کرده، پنشنگ گذاشته، شینجان گذاشته و اردوگاه کار اجباری اونجا برای انداخته. چون من قبلا تو ایران بودم، تو فیسبوک اینا رو دنبال میکردم و این بند خدا دارن این تومان رو تهیه میکنن که سازمان ملل تحویل بدن و سازمان ملل که دولت چین رو زیر فشار میذاره شاید بتونن برای هموطناشون کار کنن. اونطوری که گفته میشه 1 میلیون نفر در اردوگاه کار اجباری در این استان بردگی دولت چین کشیده میشه. امیدوارم که من وظیفه انسانی خودم دونستم، من یه توریست هستم ولی وظیفه انسانی خودم دونستم که اینجا امضا کنم اون رو. بعد کاری که از دستم برمیومد همین بود که زیر اون تومان امضا کنم. امیدوارم که روزی این انسان‌ها در آزادی و کشوری که مستقله، یعنی کشور آزاد و میدونم اویغور هستیم، آره اینا قوم اویغور هستن. میگم یه روز انشالله کشور خودتون آزاد باشین، برگردن کشور خودشون، تو kişiler خودشون زندگی کنن. Diyorum, bugün olasın kardeşler öz memleketinde serbest yaşayasın, serbest. İnşallah. Serbest. Bunları anlattın mı bunları? Evet, biraz. Yaşasın. Yani. Teşekkür. Yani.